با عرض سلام. امروز 1 فروردین 1403 ساعت 10 صبح که نوزاد نارس داریم در مرکز جبری رازی بندرعباس که به علت عدم تشکیل شبکه به طور کامل نیاز اورژانسی به تدقیق برای جلوگیری از خونریزی داخل چشمی داشت. قرار روز اول فروردینه و به جای اینکه من و دیگر همکارانم در کنار خانواده و در جوار برحال سفره افسین باشیم، ناگزیر شدیم به علت اورژانسی بودن مراجعه کنیم. به ذهنم رسید که دیشب و پریشب که تو فضای مجازی سرچ میکردم، همه اینستاگرام ها در مورد اتفاقات خاص سال 1402 مطلب میذاشتن، ولی من به عنوان یه پزشک میتونم عرض کنم که این اتفاقای خاص برای ما هر روز میفته. شاید 1 ساعت بعد از شروع 1403 اولین اتفاق خاصی که برای من افتاده اینه که اومدم و یه نوزاد نارس رو براش تزریق داخل چشمی دارم انجام میدم، به علت اینکه این امکان وجود نداشت در جای دیگه انجام بشه و اگر این کار انجام نمیدادم نوزاد باید با وضعیتی که نیاز به اکسیژن داشت باید میرفت شیراز یا تهران و با این وضعیتی که نوزاد نیاز به اکسیژن داشت قطعا مشکلات خیلی خاصی براش ایجاد میشه. پزشک بودن حداقل این سرنوشتی هستش که من به عنوان یه پزشک همیشه به خودم میبالم که سرنوشتی برای من ایجاد شده که شدم یک پزشک. هیچ شغل و سمتی فکر نمی کنم بتونه این احساس تعهد و این مسئولیت رو در یه فرد ایجاد بکنه که به خودش افتخار بکنه. و در این حال ذکر میکنم ما پزشکان نه به بیشتر از این رضایت میدیم و نه کمتر از این. همیشه این اتفاقات خاص هر روز برای ما داره میفته، مخصوصا برای یک نوزادی که بخوایم بهش بینایی ببخشیم که انشالله در سالهای آینده و در طول عمر 100 سالش بتونه یک دید خیلی خوبی پیدا بکنه. امیدوارم که هر روز شما اتفاقای خاص و اتفاقای خوب بیفته و براتون آرزوی بهترین ها رو کنم. عزیزم خب شما نزدیک من بایستید کمک بدید. عزیزم هر وقت گفتم تزریق کنی؟ اوکی نه عزیزم، برای نوزاد تزریق انجام دادیم، انشالله که نیاز به لیزر و تزریق‌های مجدد نداشته باشه و از خونریزی شبکه جلوگیری کنه.